علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال دیگری که پرسیدن، شخصی که نماز میخواند و اما نماز خواندنش به طریقه رسول صلی الله علیه و سلم نیست، در او بدعت وجود دارد، آیا برای او السلام علیکم و رحمت الله گفته میتوانیم یا نه؟ بارک الله فیکم. اگر شخصی که نماز میخواند اما نماز خواندنش به طریقه غیر طریقه رسول صلی الله علیه و سلم است، یعنی اگر به طریقه غیر رسول صلی الله علیه و سلم باشد، پس در این وقت اما کسی که نماز میخواند و باز هم در او بدعت وجود دارد، اما کسی که نماز میخواند باز هم در او بدعت وجود دارد، برمیگردیم و نگاه میکنیم که کدوم یکی از نوعهای بدعت را دارد. آیا بدعتش بدعت‌های مکفره است یا که بدعت‌های مصغره است؟ بدعت مکفره همون میگن که شخص نماز میخواند باز شرک دارد، قبر پرست است و طواف میکرد قبرها را و امثال دیگر کفر و شرکیاتی دارد، پس اینجا نماز خواندنش اعتبار ندارد. وقتی که ما با این برخورد کردیم، معامله یک برادر مسلمان، یک موحدی که هست که به او سلام میدهیم، این معامله همراهش کرده نمیشود. و اما کسی که نماز میخواند و اما بدعت‌های مکفره ندارد، بلکه بدعت‌های مصغره دارد، مثل که بعد از نماز قرائت میکند و یا اینکه 3-4 دعا بعد از نماز میکند، دست جمعی البته، پس اینها میگن اینها بدعت‌های مصغره هستند که انسان را از اسلام خارج نمیکند. و اگر این نفر نمازخوان است و همچنین بدعت‌های مصغره دارد، وقتی که ما بر او معامله میکنیم، معامله اسلامی میکنیم. و اما این مسلمان ضعیف الایمان است، وقتی که معامله کردیم معامله اسلامی میکنیم، یعنی به او سلام میدهیم. و اما اینکه به طریقه غیر پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز میخواند، اگر قصدتان این باشد که بعضی سنت ها هستند مثل رفع یدین و پاها را به اندازه کتفا گرفتن و نماز را به آرامیش خواندن، اگر از قبیل باشد که این امورها را رعایت نمیکند، باز هم مسلمان است اما نماز کامل ندارد. نماز میخواند، نمازش صحیح هست، بنابر مذهب احناف را انتخاب کرده است، اما باز هم این نفر حکم به اسلام میشود، چون نماز میخواند و دعوت کرده میشود و معامله اسلامی به او کرده میشود. بارک الله فیک. و اما کسی که نماز نمیخواند، کسی که اگر نماز نمیخواند، البته که اون دعوت کرده میشود و وقتی که قبول نکرد، اون وقت با اون نفر معامله اسلامی کرده نمیشود. بنابر قول راجح و اکثر علما به همین هستند که کسی که نماز نمیخواند این نفر کافر است. و الله عز و جل میفرماید که فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانكم في الدين، اگر نماز توبه کردن از شرک و نماز خواندن و زکات را دادن، فإخوانكم في الدين، پس اونها برادران دینی شما هستند. اگر نماز نخواند، پس او برادر دینی شما نیست. الله میفرماید اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین، نماز را بخوانید و از زمره مشرکین نباشید. پس بنابر قول راجح انسان بی نماز کافر است و به انسان کافر منع سلام دادن. بارک الله فیکم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.